سلام دوستای نازنینم عزیزای دل، حالا احوالتون چطوره؟ من فرنازم، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. موضوع امروز انرژی خانیمون اینه: احساسش در گذشته، احساسش در حال حاضر، هدفش از این ارتباط در گذشته چی بوده و اهدافش، تصمیمش برای آینده. یا به صورت واضح بگم، تصمیم و هدف و احساس شخص کات شده رو میخوام که بررسی بکنیم. خب عزیزای دلم، برای همسو شدن با من حتما ویدیو رو لایک بکنید، عضو کانال بشید. یادتون نره ویدیوهای من به انرژی ویدیوهای من مخصوص از کانال و مخصوص فال فرنازی های عزیزمه. پس خیلی خوشحال میشم که شما هم عضو کانال فال فرناز بشید و به عزیزانی که تازه وارد جمع ما شدن خیلی خوش آمد میگم. ببینیم که چه تصمیمی، چه هدفی برای آینده میتونه داشته باشه شخص کات شده. برای از این به بعد چه برنامه‌هایی داره، چی کار میخواد بکنه، از گذشته تا به آینده میخوام که بررسی بکنم. خب عزیزای دلم، بیا با هم دیگه نیت بکنیم. قبل از نیت کردن آمادگی خودتون رو برای شنیدن پیام ها اعلام بکنید. برای انرژی خوانی شخصی و برای آموزش تاروت هم میتونید که در تلگرام که آدرسش توی دیسکریپشن توی قسمت about وجود داره، میتونید که با من ارتباط برقرار بکنید. خب بیاین که با هم دیگه نیت بکنیم. اعلام کردین، بنویسید و تایید بکنید: من آماده شنیدن حقایق هستم. من آماده شنیدن حقایق هستم. از جانب تمام فال فرنازی های عزیزم برای دریافت واضح ترین پیام های نزدیک به واقعیت و دقیق‌ترین انرژی ها نیت میکنم. امیدوارم دقیق‌ترین دروازه های انرژی برای ما باز بشه و دقیق‌ترین، شفافترین، واضح‌ترین و ده‌هزارترین انرژی ها به سمت ما جریان پیدا بکنه. الهی آمین. احساسش در گذشته نسبت به شما، چه هدفی از این ارتباط داشته شخص؟ احساسش در حال حاضر الان چه حسی نسبت به شما میتونه داشته باشه؟ چه پلن‌هایی، برنامه‌هایی، تصمیم‌هایی برای آینده داره؟ هر اون چیزی که کارتا، کائنات، سیستم بخوان که بهمون برسونن. این که دونه بخونیم. احساسش در گذشته. خوب، واقعیتش اینجا احساس بگم که خیلی عمیقی یا عشق از سمت اون آدم نسبت به شما نمیبینم. باید روک و واضح باشم دیگه. اما پیشنهاد، همه اون کارها، زحمت، دست و پا زدن و چه میدونم مهیا کردن همیشه از سمت طرف مقابل بوده. یعنی قدم اول، انرژی اول، حرکت اول از سمت طرف مقابل میبینم به سمت شما. اما واقعیتش تنهایی یا نگرانی یا ناراحتی از آینده به این آدم غلبه کرده بوده. یعنی من فکر میکنم که اینجا 2 موضوع میتونه که پیش اومده باشه. یا اینکه طرف مقابل شما رو یک گزینه خیلی خوبی دیده، شما رو آدم خیلی خوبی دیده، شما رو لایق خودش دیده و خواسته که از این تنهایی همراه با شما در بیاد. یعنی شما رو به عنوان یک شخصی که هم از بابت احساسی در آینده بتونه که حالا
در کنارش داشته باشه و هم از بابت شخصیتی خوب باشه، موقعیتی خوب باشه، به این عنوان ممکنه که دیده باشه تا با شما بتونه که از این تنهایی در بیاد. و یا یه موضوع دیگه ای، شما یعنی طرفدار بگم، شما طرفدار یا کسایی که شما رو بخوان وجود داشته یا رقابت وجود داشته بین این آدم و شخص دیگه‌ای، حریص شده و خواسته که این بازی رو اون ببره، خواسته که جلو بزنه و کلا چون یه شخصیت رقابتی داره خواسته که ارتباط حالا برای اون باشه. اما از اول هم واقعیتش سختش بوده، یه ارتباط خیلی سخت که خیلی وقتا خواسته هاش رو برآورده نکرده. پس در مرحله اول توی گذشته یا زمانی که ازش شروع شده به اون اندازه احساس عشق نمیبینم. فکر میکنم که منطقی برخورد کرده یا همه چیزی به صورت یهویی اتفاق افتاده و اتفاقا خیلی هم تلاش کرده برای شما، خیلی هم خواسته که این اتفاق بیفته، اما منطقش اینجا توی اولویت بوده نه احساسش. من این رو کاملا از انرژی گذشته حس میکنم. با وجود اینکه میدونسته که شما آدم سختی هستین یا میتونه که در حال حاضر آمادگی کافی برای ارتباط نداشته باشه، باز هم راه نزدیک شدن به شما، راه ارتباط رو بدون اینکه شما خبر داشته باشین انتخاب کرده. یعنی شما فکر میکنید که یه آدم عاشق یا یه آدم خیلی مصمم در جلوتون قرار داره، اما غافل از این که طرف مقابل صرفاً ذهنش رو گوش کرده و گفته که این آدم هم زیباست، هم خوبه، موقعیت داره، آدم خوبی به نظر میرسه، حتما یه چیزی داره که دیگران هم به دنبالش هستن، پس این گزینه مناسبی برای من هستش. اما نمیگم هم هیچ کششی وجود نداشته. قطعا شما بسیار بسیار جذاب برای این آدم بودین. به همراه کارت شماره 9 در مقابل زیبایی و جذابیت شما یا در مقابل اون تصویر و ابهت یا اون حالا تصویری که از خودتون توی شما به جا گذاشتین، خیلی تاثیر زیادی گرفته این آدم. خب به این صورت تقریبا سوال دوممون رو هم جواب داده بود، ولی باز هم بیشتر من میخوام بدونم که هدفش از این ارتباط چی بوده. خب هدفش من اینجا انگار یا یه رازی رو از این آدم باید براتون فاش بکنم و یا ممکنه یه چیز بگم که حالا ناخوشایند باشه. ببین عزیزای دلم، اینجا هدف این آدم قطعاً به همراه کارت شماره 25 و کارت شماره 28 تعهد هستش. این تعهد میتونه که یه رابطه باثبات باشه و این میتونه که ازدواج باشه. به این عنوان به شما نگاه کرده، به عنوان یه شخص عزیز، به عنوان یه شخص جایگاه دار یا یه آدمی که بشه بقیه عمر رو باهاش سپری کرد. حالا شما رو به اون اندازه علاقه و عشق وجود نداشته، ولی ببینید شما رو چقدر بالا دیده که در همون موقعیت اول، در همون زمان شروع گفته که من میتونم که با این آدم ازدواج بکنم، من میخوام که با این آدم ثبات ازدواج رو داشته باشم یا رابطه عاطفی طولانی مدت با این آدم داشته باشم. واقعیتش این آدم دلیل این که نتونسته که خیلی عمیق بشه یا نتونسته که خیلی عاشق بشه که گذشتهش خب به همراه 4 جام یک شخصی از گذشتهش تمایل این آدم رو، دل این آدم رو و ذوق این آدم رو کور کرده.
خب و به خاطر همین موقعیت هایی که سیستم هم به سمت اون آدم میفرسته اونها رو هم نمیتونه که دقیقا به دلش راه بده. پس این برمیگرده به گذشته یه شخص و اتفاقاتی که توی گذشته افتاده این آدم رو دل سرد کرده، اما یه اعتماد به نفسی در مقابل شما داشته که باور داشته که شما میتونین که یه پارتنر و یه آدم اصلی زندگیش بگم، آدم اصلی زندگی این آدم باشین. یعنی به صورت یه شخص عزیز شما رو دیده، هدفش از این ارتباط کاملا خوب بوده و هیچ نظر بدی، هیچ فکر بدی در مورد شما نمیتونه که داشته باشه. این آدم تنها چیزی که اتفاق افتاده فقط پنهانکاری بوده. مثلا ممکنه که اعتراف عاشقانه کرده باشه در حالی که فقط این یه حس سطحی بوده، حس عاشقانه نبوده. و اتفاقا چیزی که من اینجا میبینم احساسش به مرور رشد کرده نسبت به شما، احساسش به مرور بیشتر شده. یعنی در مقابل شما حتی ممکنه که گاهی اوقات که تظاهر میکرده که خیلی عاشق شماست، خیلی شما رو دوست داره، عمیقا شما رو دوست داره، عذاب وجدان میگرفته، میگفته که چرا من حالا در حالی که حالا من این همه عمیق نیستم چرا باید این کلمات رو به کار ببرم، چون شما از شنیدن اون کلمات لذت میبردین، این رو برای شما میگفته. در حالی که اگر که شاید مجبور نبوده یا توی اون موقعیت نبوده شاید این جملات رو استفاده نمی‌کرد، چون آدم رو آدم صادق میبینم. واقعیتش من آدم بدذاتی نمیبینم، آدم خوبی میبینم که گفتم به مرور هم احساسش نسبت به شما رشد کرده و به مرور هم اون حسی که در شما ایجاد شده در این شخص هم ایجاد شده و دوست داشته که با شما یه شروع خیلی خوب، شروع از صفر به همراه کارت ابله، یه شروع کاملا جدید، یا آدم بگم که کاملا جدید رو میخواسته که توی زندگیش داشته باشه. از اون سختی هایی که توی گذشته تجربه کرده ببینید با 4 جام شروع شد و با کارت صلیب هم تمام شد. پس این آدم غم خیلی بزرگی رو روی دلش داشته یا حتی ممکنه که مسئولیت خیلی بزرگی رو توی گردنش داشته باشه یا حتی کارمای یکی رو گرفته باشه توی گذشته. پس فکر می‌کرده که شما کسی هستین که میتونه بهش کمک بکنه تا از این درد و رنج احساسی که توی زندگیش داشته رها بشه. خیلی عجیب افتاد، ولی هدفش از این ارتباط قطعاً پاک بوده، خوب بوده و این آدم به هیچ عنوان قصد آسیب زدن به شما رو نمیتونسته که داشته باشه. احساسش در حال حاضر اینه که مهمه. خب با وجود این که کارت هستش توی بیشتر از اون زمانی که توی ارتباط بودین شما رو دوست داره. جالبه. میترسیدم در مورد عشق و احساس و دوست داشتن صحبت بکنم، اما در حال حاضر ازش میتونم که با اطمینان اسم ببرم، چون اینجا گفته که طرف مقابل در حال حاضر واقعا و صادقانه از شما خوشش میاد، شما رو باور داره و یه شخصی مثل شما برای این آدم بگم که داشتنش آرزوه. خب اما در حال حاضر میگین که ما کاتیم، در حال حاضر از همدیگه جدا شدیم، اون آدم داره از من فرار میکنه. چرا این اتفاق داره میفته؟ توضیح داده. کارت 8 جام میگه که همه چیز بی عیب و نقص بوده، همه چیز برای این آدم لذت بخش بوده، خوب بوده، اما متوجه شده که
بعضی چیزا سر جای خودش نیست یا متوجه شده که نمیتونه که مسئولیت بپذیره، با اینکه اعتماد به نفس داشته، با اینکه در اول مسئولیت پذیر رفتار کرده، اما متوجه شده که بله ممکن نیست که این حالا جدیت رو انجام بده، موقعیتش رو نداره، شرایطش جور نیست، موانع وجود داره، مخالفت ها وجود داره. پس ترس هایی به وجود اومده در این آدم که شاید حتی این ترس ها و توهمات الکی بوده، اما هر چیزی که هست خیلی جدی گرفته. یعنی شما برای این آدم خب یه شخص خیلی پاک، یه شخص خیلی درست، یه شخص عزیز هستین، با وجود تمام حرفایی که رد و بدل شده، با وجود تمام اتفاقاتی که بین شما افتاده، شما رو واقعا پارتنر عاطفی خودش به همراه 2 جام شما رو پارتنر عاطفی خودش دیده، شما رو در شما نوری دیده، انرژی دیده که چه خیلی از آدم ها وجود نداره، صداقتی رو و درستی رو از شما دیده که توی کمتر کسی میشه که پیدا کرد. پس اینجا 8 جام میگه که بله تو تمام اون چیزی که برای یه ارتباط، برای ازدواج، برای ثبات نیاز هست رو داری، تو یه آدم کاملی هستی از نظر من، اما من در حال حاضر به اون چیزی که میخوام دست پیدا نکردم، یا به اون خواسته هایی که از ارتباط دارم دست پیدا نکردم، یا متوجه شده که خواسته هاش متفاوته. ببینید این آدم شاید به خاطر انرژی های منفی، شاید به خاطر بستگی ها توی زندگیشه، شاید به خاطر موانع توی زندگیشه و شاید انقدر توی زندگیش بهش سخت گذشته که نمیتونه که جدی بگیره که آره من دیگه دارم خوشبخت میشم، من دیگه دارم یه رابطه درستی رو برای خودم درست میکنم. این رو نمیتونه که باور بکنه. پس به خاطر همین فرار رو انتخاب کرده و دلیل خاصی هم من فکر میکنم که وجود نداره، مشکل خاصی هم وجود نداره. فقط این آدم تصمیم گرفته که دور بشه و دور بمونه، با اینکه واقعا به شما علاقه داره، واقعا از ته دل شما رو میخواد، خوبی شما رو میخواد، ضرر شما رو به هیچ عنوان نمیخواد و حتی گفته که به عنوان پارتنر عاطفی من تو رو دیدم. اما مثلا یهو ترس بهش دست میده یا ترس بهش غلبه میکنه و میخواد که حالا همه چیز رو از زندگیش پاک بکنه، همه رو از زندگیش انگار بندازه بیرون، دمدمی رفتار میکنه خیلی وقتها. خب شما رو مثل چی میگن؟ یه گلی توی قفس میبینه که فقط از آن خودش بوده، یا چی میدونم. این در مورد صداقت شما و این در مورد اینکه میتونیم که متعلق به یه آدم باشیم، میتونیم که به یک شخص قانع باشیم. شما رو به این عنوان نگاه میکنه طرف مقابل. خب چه هدفی برای آینده میتونه داشته باشه؟ بله هدفهایی برای آینده داره این کارت و شاه. من باز اختار نگیرم از یوتیوب. خب کارت انتقال، عشاق و شوالیه شمشیر. به فکر برگشته، به فکر عملی کردن هر اون چیزی هستش که نتونسته که توی گذشته عملی بکنه. ببینید یه چیزی من بهتون بگم، این آدم غیر قابل پیش بینیه. نمیشه این آدم رو اصلا متوجه شد.
همین کارشایی که من اینجا براش کشیدم هم فکر می‌کنم که برای توضیح رفتار این آدم کافی نباشه. این آدم انقدر عجیب و غریب برخورد میکنه، عجیب و غریب رفتار میکنه که اصلا گاهن میخواد، گاهن میگه که من میتونم، گاهن میگه که نمیتونم. حتی میگه که قصد به برگشت داره، قصد به از سر گرفتن این ارتباط داره، چون متوجه این هستش که در حال حاضر علاقه خیلی زیادی به شما داره. و یه چیز دیگه ای وجود داره. من اینجا خب انرژی اشخاص دیگه ای رو ندیدم. خب من مثلا بگم که مثلا کس دیگه ای رو به شما اولویت داده، یعنی اون آدم رو خواسته شما رو به خاطر شخصی رها کرده، یا چه میدونم یکی رو برتر از شما، بالاتر از شما دیده، یکی رو زیباتر از شما دیده. نه، اما توی ذهن این آدم یه خوره‌ای وجود داره که فکر کرده که مثلا توی به همراه 8 جامی که افتاده بود توی دورا ممکنه که اون خواسته که دقیقاً دارم رو بتونم دریافت بکنم. این رو این شکلی تفسیر بکنم که احتمالا رفته گشته پیدا نکرده و از احساسش نسبت به شما هم متوجه شده و بدون اینکه حالا دستاوردی داشته باشه، بدون اینکه کاری تونسته باشه که انجام داده باشه یا خیانتی رو تونسته باشه حالا مرتکب بشه، برگشته. انگار این آدم رفته بقیه رو دیده، رفته آدمای متنوعی رو دیده و متوجه شده که نه، با اینها هم من نمیتونم خواسته هام رو برآورده بکنم. در ضمن هیچ حسی هم بهشون ندارم. چرا برنگردم سر همون خونه اول؟ قصد برگشت داره. من فکر میکنم برگشت رو هم انجام بده، اتفاق بیفته طی 3 زمان آینده. 3 زمان آینده این برگشت وجود داره. میتونه که 3 هفته، 3 روز، 3 30 13 23 ماه باشه. خیلی دور نیست. قصدش تلاش کردنه و در حال حاضر دست پیدا کردن، با همدیگه ساختن و باور کردن. میگه که دوست دارم که باور بکنم که این ارتباط قرار هستش که درست پیش بره. انقدر منفی باف هست. میگه که دوست دارم باور بکنم که این ارتباط قراره که درست پیش بره. این زحماتی که من میکشم یا اگر که زمان بذارم این رابطه همون چیزی باشه که من میخوام که داشته باشم. پس هدفش پشت سر گذاشتن هر اون چیزی که اتفاق افتاده و حتی سرپوش گذاشتن به اون اتفاقاتی که واقعیتش به وجود اومده یا اشتباهاتی که مرتکب شده، اینها رو میخواد که ماسمالی بکنه. و دوم اعتراف عاشقانه، برگشت و انگار پیگیری هدفهایی که قبلا با هم دیگه داشتین. میخواد که اون هدفها رو پیش ببره. در حال حاضر تصمیم و هدفش اینه. توی هدفهاش و توی آیندهش برای شما جایگاهی وجود داره، توی ذهنش در نظر گرفته. حالا تصمیم شما واقعیتش خیلی مهمتر از خواسته های اون آدم هستش. خب شما چه تصمیم میگیری؟ من کاری به اون ندارم. این تصمیم کاملا به اختیار و اراده شما انجام خواهد شد. اما گفته که توی زندگیش، توی برنامه‌هاش برای آینده و برنامه‌هایی که الان توی ذهنش داره ایجاد میکنه، تازه داره ایجاد میکنه، شما قرار دارین، شخصی به عنوان شما هست. اما این برگشتی که وجود داره شاید خیلی به دل شما نباشه یا خیلی اونجوری که باید از دل شما در بیاره در نیاره. پس این پروسه برگشت، خب برگشت نه، آشتی ممکنه که کم طولانی باشه. یعنی برگشت اتفاق میفته ولی آشتی ممکنه که یکم طول بکشه. حالا تصمیم به اختیار شماست و این آدم میخواد که شما توی آیندهش باشید.
خب عزیزای دلم خیلی خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من همراه بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین بنویسین که دریافتم و پذیرفتم. کل مراقب خودتون باشین بچه‌ها.